خانرضا چطوری؟ جانمند خوبه؟ عینک آورده؟ خوب دوستای عزیز هم رسیدیم دیگه در اصل جای دیگه. خوب دوستای عزیز این حالم دیگه وقتی نان شده دیگه بچه هم در اینجا همگی چای مای خورده از افتر نان مخوره معلوم نیه که چسخیل آورده سخیل مخوره. آقای حیدری قدید تقسیم دی دیگه بایی مثلا در سال چند دفعه جارو کردنی میشه این سرک؟ خب بازم خانه مردم آباد که در سال 2-3 دفعه جارو نبایی. سلام خدمت همه دوستا و عزیزانی که بیننده این ویدیو هستند. امروز شنبه 26/10/1404 عاقل والا همگی جمع شدم در سرک جروی توپ دیگه. ما هم همراه ازی بچه هم ده تازه این ازی طرف همه پای مای مکول بیخی تر شده دیگه. تازه این رسته یا پای خوره افتاوخ ده دیگه خوشش نه. شارزا چطوری؟ آقای فهیم چطوری؟ خوبی جانمان تجاره بخیر سلامتی؟ شکر الحمدلله. زلک دک نکده؟ علی زلک ده چیر سایی نبود دیگه سرجم نبود خیلی برف بوده میچین کدم ده پای مای تر شده نه یک تا خوب که یک پای را انگا پای مای تر شده بایی؟ پای مای تر شده ده خوب آهنگ گشته بایی؟ نمشم بیافن خوبه شاد است دیگه چون مردم رسید می همده بخشی سرک جارو رای توب رو وازیم. خیلی نفر زیاد هم هسته بایی؟ خندی دیگه احسان الله چطوری خوبی جان خوبه شکر زلک ده آره زلم نه دیگه را دیدم تازه رسته بایی خیلی دیگه بالم نرسید همین طرف یعنی کسا دستا کوی توبه دیگه همین طرف کو خلاصه تقسیمیز باید جلو کنیم همون طرف کو کمک رو باید جلو کنیم تا طرف آقل دردک والا خودمونی طرف هم است کو باید که بری بخیر دیگه یلا خوب ها؟ از تو گزارش بگرو چطور هستی خوبی؟ جانمان تجاره بخیر سلامتی؟ شکر الحمدلله سلامت باشی. امروز که مثلا کدام عاقل برش جلو میده اینجا؟ عاقل تایید کنی و بالنا کنی پایل ودا شاید باشه. پایل بایی دیگه که دیگه رام رفتم و کم پس منده نگه که شما دیر مادی را سینالی بری؟ بری نعمت الله خانرضا چطوری؟ جانمند خوبه؟ عینک آورده؟ تو عینک چیم خود چه مطلب نداره. خوب دوستای عزیز هم رسیدیم دیگه در اصل جای دیگه اینه در خود کوتر دیگه نفر مردم خیلی زیاد دیگه خیلی زیاده بایی خیلی مردم های زحمت کش خوب داریم سعی کنم اگه ریزک چه فرد کلان جمع شده هم ده کسایی هست اینجا که خلاصه در مکتب درس میخوانه درس داشت معلم و شاگرد همگی امروز جمع شده هم ده نه استاد کیهان هم ده و نکی احسان الله زیاد ده کورس درس میخوانه نه از خاطر سرک جلو امروز هم ده زمان چه قسم برفه؟ بگو چند سال باشه؟ نه این فرق مونه دیگه به جایش داد به جایش کمه صابر؟ چطور هسته؟ نه به خاطر خیلی یخه دیگه همگی سر روی بستک دیگه شکر ورزه توش که امروزی تر
کم اوقات تلخ معلوم میشه خود مقادم تلخ این باز درمونن قانی دوشی زلش ده محمد رضا سنگایه پشتو بلدی پشتو بلدی شکر بلد خوبی جان و تو پارو برده نه ای بعض جایش دیگه سخت اگه بیل باشه خوبتره نه هم پارو باشم بیل خوبه ده. این دفعه اجازه در تو با گزارش دهیم محمد زمان حیدری الله عرفان چطوری؟ جامان دیگر بخیره استاد تو چطوری؟ یک معرفی کنی خود قد دستم اره 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 تو یک معرفی کنی در دستا خود خورا؟ نه به بجا تو نمینیمشه نه؟ نه تو معرفی کنی عرفان الله چطوری؟ دیگر بخیره چیز کار بخیره نمار وظیفه بدل کن سشتی رو باید داری خوبی؟ جور بخیر سلامتی چرا معرفی کنه خود خوره او سه خب برف جارونی؟ چقدر برف زده؟ خود داشتم در نکنه زنده باشی امای توش داری خوبی؟ زنده باشی امای مزاری چی داری؟ جامان دیگر بخیر سلامتی اینا دوستان تو بخیر گوش کنن در خارج در ایران داخل خود افغانستان چیزی گفتن نداره که بگی تو استرس های دفعه استرس های که تو سعی کنی تو روش کنه بینخشه اره تو ایتی نکن این موقع مزاری دمگه گفتن نداره کاملا در اختیار تو اره اینه دیگه اره همه مردم زحمت میشه برف جارو نبود تو چطور مبارک خوبی؟ جان جور بخیر سلامتی؟ زنده باش سلامت باشی خودم گفتنی چیزی در دستا که داشته شه خود دستم در نکنه زنده باشی دستم در نکنه دستا عزیز همه دیگه آماده برف جارو یا مشغوله که برف جارو کنه چیزی هم نمانده کم مانده اینم شارزا چطور علی؟ خوبی بخیر جان جوره بخیر کار بر جارونه چیزی گفتنی اگه دوستا داشته تو روش کنم زی کامرا در خدمت سلامت باش خود داشتم در نکنه آقای جعفری تو چطوری داشت یک ویدیو تو بگیرم همه استرس های تو نه برف جارونه برف شبت معرفی کنید دوستا نه خلاص نگه نه خدا نکنه تو نه خونه یک دو از یا نه شرمندش ما خوب دیگه عزت تو چطوری خوبی؟ جان جور بخیر چیز کار مونه؟ خب صحیح همین خب معرفی که خودت دستا آره یکی تو نمی‌نیخشه تو رو یکی تو شاید نشناسه نه؟ خب صحیح خود دست در نکنه چیز کار بر جارونی؟ خود زنده باشی صحیح کربایی تو خوبی؟ یعنی جور بخیر سلامت زنده باشی دستم در نکنه بله کاش آل بخستم مایم چون روی مکان گدم روی خواست که تربی نخشه بچه اینی دوشم خوب چطوره خوبی؟ یعنی جور بخیر سلامتی یعنی کامرا در اختیار بگه گوچی در گفته نداره این خیلی دوستا عزیزی بسیار صاحب شرابه دیده و قاچ تلقه آقای آرش نه انجینیر را گیر کردم انجینیر صاحب چطوری؟ ایسه خوبی جان جوره بخیر دوستا عزیز بخیر رویم بسته کس هم نمینیخشه خوب کس هم نمینیخشه دیگه دوستا همه برف جارونه به شدت یخه همز خاطر برف باده رویا محکم عینک زدگیه زیاد کس نمیشناسه خب داشتم در نکنه زنده باش سلامت باش آره بیش
کیهان عزیز بایو بیا خوش کیهان سب چطوری خوبی؟ جور بخیر سلامتی رویم بخی ما کم دوستای عزیز این کیهانه دیگه نه کسایی که میشناسم خوب نمیشناسه که نمیشناسه رویش هم اره ما کم حالی از بس کیخه اره کلبای سب تو خوبی؟ جور بخیر سلامتی زنده باش سلامت باش دوستای عزیز نه همه مثلا آماده بر جاروی دیگه چیزی نمونده بخیره انشالله نه تازه بچه‌ای که دو پرنده کرین برف میزنه نه آره بسیار یک منظره خوبه بسیار یک منظره میتر سعی کوه دوستای عزیز اینا اما با پرنده میزنه برف لکن گشیم نیدنید های قد خوب دوستای عزیز این حالم دیگه وقت نان شده دیگه بچه هم اینجا همگی چای مای خورده از افتر نان مخوره معلوم نیا که چیز آورده است مخوره محمد رضا چطوری؟ این جان جور بخیری؟ شکر الحمدلله روغن مسکه آورده؟ بچه مسکه نوش جان شد سعی کنید شما خوبه گاو شرطو داره ده روغن مسکه آورده خان رضا؟ چکوی تو آورده؟ خان آورده؟ شارست توش داره؟ خوبه بخیری سلامتی خوب روغن مسکه میزنید بایی؟ یک علمی زمان خیلی پرچرب آورده در نظر من نوش جان دیگه مو مسکه دور از دلش بخوری دیگه ولی مسکه بسیار میتونه مسکه مدنکی میتونه روغن مدگیه تازه سه نوش جان تازه زیده تازه نزیده تازه دیگه مسکه دیگه بچه چیز قدید هم آورده بچه قدید هم است بچه نوش جان بچه تو را آبید خیلی زیاد دوست داره بایی میدونم بهش دست رسای تو چکی ورده همش مهدیس توش چکی ورده؟ نه مو که بلده تو چکی ده رایگ ده دیگه مو سه این کسایی که در خانه گاو داره بس کم میره کسایی که قدید مدید که ده گوشت خرید میره سه خیلی روزا مسکه دمی روزا بدر روز بعد جارو سرک جارو اینجا هم دیگه کلگی اشتباه زیاده او طرف کش اشتباهی چای مخربه زیاد اینجا آقای حیدری قدید تقسیم دی دیگه بایی نه یا خدی که در کل که یا منشکم خانه آباد بستم کس داره آقای حیدری خیلی دیلی کلان داره دیگه تو یا خود قدید که میرم دیگه همگیر میدیه کم باشم باید یک جای بخوری بایی شارزا در تو قدید رسیده؟ ما یک قطعه یک دو بود سه دیگه او نمیرسم نه همگی تشکر سایدار بیا قدید خلاص شد ها علاج بازار ویدیو بگیره بسیار جالب لا گزارش است بگیره تو نه آقای حیدری سلام علیکم سلام علیکم خواسته جی من نمیشی جور باش خوبی جان من خوب بخیر بخیر اره
انشالله جلوش بخیر باشی برکت او سلامت باشی. این منطقه مثلا در سال چند دفعه جارو کردنی میشه این سرک؟ اگر برف زیاد باشه 3 دفعه جارو کنیم میشه اگر برف کم باشه 1 دفعه خب سه بازم خانه مردم آباد که در سال 2-3 دفعه جارو نمی. خب سه همین جدا از سرک بین منطقه اینال کس خلاصه سرک خیلی دوره نه تقریبا 2 ساعت رو پیاده روی از خانه تا اینجا به جرونی. پشی او زردک خلاصه خیلی راهی ای راه جرون میشه میش وقت موجود جرونی که در توپ در راه توپ جرون به زردک وصلش نموده ولی سوالی مالستان وصلش خب سه خیلی موفق باش تشکر سلامت باش. خب دوستان اینه دیگه سرک جروم خلاص شده دیگه همگی کم کم از کسان طرف خانه مونه. ایمنه خیلی دوره تقریبا از خانه 2 ساعت راه تا ایمنه سرک جروم دی. این یالی صبح هم دادی ستایی 8 نیم بجه بود. این یالی ساعت تقریبا 2 بجه بعد از ظهر شده تازه خلاص شده سرک جروم. این آقای حیدری منده و خاک میزنه بچه این کوه هم به نام کوه چوب. این طرف خیلی باد است صدای باد هم میاد روز فواز فرق هم نمیشه. خب دوستای عزیز این بود ویدیو امروز ما. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر تا به حال این کانال را سابسکرایب نکرده سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید. تا ویدیوی بعد همه تان را به خدای پاک میسپارم. وقت خوش، خدا نگهدار.